فریدون از فرانسه پرسیده اند که آیا هر نوع ملخ خوردنش و در عین حال طحال یعنی تیلی، ما در اصطلاح مادری یک چیز در بغل شکمبه مال هاست، مواشی او را تیلی میگیم، آیا خوردن ملخ و تیلی جایز هست بدون قید و شرط؟ پرسش همیست. در پاسخ به این پرسش باید گفت حلال و حرام از توان ما نیست. آری، ملخ هم حلال است، تیلی هم حلال است، جگر هم حلال است، زیرا بر روایت امام احمد در مسندش و برخی ذخایر حدیث پیامبر معظم اسلام صلی الله علیه وسلم فرموده است احلت لنا میتتان و دمان، برای ما دو خود مرده و دو خون والا را حلال خوانده شده است. فاما المیتتان الحوت والجراد، السمک والجراد، هرچی آن دو خود مرده ای که بدون ذبح شرعی برای امت رسول گرامی حلال پنداشته شده است، یکی آن ماهی دیگرش ملخ بوده است، یکی آن ماهی و دیگرش ملخ بوده است. از این رو خدمت عرض کردم که این اشکالی ندارد. باقی و اما الدمان فالکبد و الطحال، هرچی دو دانه خونداری که حلال است، جگر و تیلی می بوده باشد، جگر و تیلی بوده است، لذا خوردن ملخ هم حلال است، خوردن تیلی و جگر هم حلال است. چون از آدرس رسول گرامی به سند ثابت با اختیار ماست گفتنی نداریم. برخی ها ملخ ها را تقسیم کرده اند، من جستجو کردم تقسیم را در نیافتم، در صورتی که امفکران و متخصصان دریافتن با سند من اشکال ندارم، از حرف خود میگردم. صرف یک اعتراض هست که در برخی موارد از قتل ملخ ما جلوگیری شده، منع شده. چگونه قتل ملخ منع شده و باید حلال باش؟ اشکال ندارد. در مسلم حدیث است، جناب صحابه می فرماید غزونا مع رسول الله صلی الله علیه وسلم 7 غزوات و کنا ناکل الجراد معه، یا و کنا ناکل الجراد معه، ما 17 غزوه در سنگر داغ جهاد با رسول یک جا بودیم، در آنجا ما از ملخ ها استفاده میکردیم.